جوانمردی هزارها معنی دارد. یک معنا همین است که یک خصلت جوانمردی همین است که مرد جوانمرد اگر 10 کمبودی از همسرش ببیند باید یکیش ذکر کند. این خصلت جوانمردی است. و به همین معنا دیگر خصلت‌هایی هست که ما در ماه مبارک رمضان آدم روزه‌دار باید از اونها اجتناب کنند. به خصوص دروغ گفتن، غیبت کردن و تهمت کردن، در حق کسی ضامن بودن، این همش مانع فضیلت‌های رمضانی میشود. یا سوگندی بر دروغ، اگر کسی در ماه مبارک رمضان از سوگندی بر دروغ به خصوص از سوگندخوری اگر اجتناب کند در طول سال دیگر نمیتواند قسم بخورد. متاسفانه عادت شده است در بعضی، یعنی به عزت نفسی سوداگران نمیرسید، بعضی از سوداگرایی که از معرفت معنوی برخوردار نیستند وقتی میگوییم که این یا آن را کمی ارزان کن میگه به نام الله طغری نمیگیرد. و این بسیار ضربه یه جبران ناپذیر بر معنویات همین شخص است، بخصوص در ماه مبارک رمضان. این عادت هایی هستند که در ماه مبارک رمضان نباید کسی میل طرف این عادت ها کند. و در غیر رمضان باید عادت شود که هیچ وقت قسم، حتی در حق هم قسم نخورد. و دیگر اینکه معامله سودجویانه به راه نباید بماند. از کسی که فایده است بهره میرسد به او سلام میدهند و اون احترام میکنند، از کسی فایده ای نیست به او سلام نمیدهند. این خصلت‌هایی هست که در ماه مبارک رمضان از بین باید برود و خصلت‌هایی که همیشه باید بدور و همیشه زنده باید باشد. انسان در ماه مبارک رمضان صرفه‌جویی به معنای مطلق و به معنای کاملش باشد. از درختان خوانده هم بود و هم نابودی ما، که از یک گهواره سازند از دیگر تابوتی ما. بنده از روز وجودش که براش گهواره میسازند مسافر است تا به تابوت. این معنای تهدید را ندارد. معنایی است که باید که بنده، یعنی حق بندگیش را در طول سفر مسافرتش از گهواره تا به گور باید بنده کاملی بی آزار باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در همین زمینه می‌فرماید المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان کامل کسی است که از دست و زبان او مسلمانان دیگر و خلق خدا امین و سالم و بی‌گزند بمانند.